فدیه و هدیه. اگر حاج و یا عمره کننده واجبی را ترک کرد و یا مرتکب فعل ممنوع گردید، بر وی دادن فدیه واجب است. کسی که واجبی از واجبات حج و یا عمره را ترک کرد، مانند کسی که سپری نمودن شب در مزدلفه و یا تراشیدن سر و غیره را ترک کند، بر او فدیه لازم است که دادن خون می باشد و خون عبارت از مشارکت در ذبح 1/7 شتر بدنه، یعنی شتر ماده و یا نر، و یا 1/7 از سهم گاو و یا بز 1 ساله و گوسفندی که 6 ماه را تکمیل کرده باشد. در حرم مکی شریف در محدوده شهر مکه ذبح کرده به فقرای مکه توزیع می کند. اگر توان آن را نداشت 10 روز روزه بگیرد، 3 روز در حج اگر برایش ممکن بود و 7 روز دیگر زمانی که به نزد خانواده اش برمی گردد. الله تعالی فرموده است: پس کسی که نداشت 3 روز در ایام حج و 7 روز زمانی که به خانواده اتان برگشتید روزه بگیرید. این 10 روز کامل برای کسی است که خانواده اش مقیم مسجد الحرام نباشد و الله تعالی را پرهیزگار باشید و بدانید که الله شدید العقاب می باشد. بقره 196. اما اگر حاج و یا عمره کننده مرتکب فعل ممنوع گردید، بر وی فدیه به شرح ذیل است: فدیه پوشیدن لباس دوخته شده و پوشانیدن سر و خوشبویی زدن و تراشیدن سر و کوتاه کردن ناخنها. یکی از این 3 چیز است: 3 روز روزه بگیرد و یا 6 مسکین را طعام بدهد که برای هر مسکین نیم صاع مواد غذایی، برنج و مانند آن باشد و یا گوسفندی ذبح کند. و فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به کعب ابن عجره رضی الله عنه است که محرم بود: آیا حشرات سرت را اذیت می کند؟ گفت آری. به ایشان نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: سرت را بتراش، پس از آن گوسفندی به عنوان قربانی ذبح کن و یا 3 روز روزه بگیر و یا 3 صاعی از خرما را به 6 مسکین طعام بده. و کسی که به فراموشی مرتکب فعلی از این ممنوعات شد، بر وی چیزی نیست. و فدیه آمیزش جنسی در غیر شرمگاه و آمیزش و همبستری کامل در حج پس از تحلل اول مانند فدیه احساس اذیت که گذشت می باشد. اما فدیه آمیزش و همبستری کامل در حج قبل از تحلل اول ذبح شتر است. اگر توان آن را نداشت 10 روز روزه بگیرد، 3 روز در حج اگر برایش ممکن بود و 7 روز دیگر زمانی که به خانواده اش برمی گردد و حج او فاسد شده بر وی اتمامش واجب بوده و در سال آینده باید قضایی آن را نیز ادا کند. اما فدیه آمیزش و همبستری در عمره ذبح گوسفند است و نیز عمره اش فاسد شده و باید قضای آن را ادا کند. و فدیه کشتن صید: اگر صید از نوعی باشد که مانند و مثل داشته باشد، پس مختار است تا مثل آن را بدهد و یا با پول معادل بهای آن غذا بخرد و آن را توزیع کند، طوری که برای هر مسکین به مقدار 2 مد بدهد و یا در برابر هر 2 مد 1 روز روزه بگیرد. به طور مثال حاجی اگر شترمرغی را شکار کرد، باید در برابر آن شتری بکشد، زیرا که شترمرغ مشابه شتر است، و یا آن را قیمت گذاری کرده به بهای آن مواد غذایی مانند برنج و یا گندم خریده برای هر مسکین به مقدار 2 مد از آن توزیع کند و یا در برابر هر 2 مد 1 روز روزه بگیرد. و اگر گورخر را شکار کرد، در برابر آن 1 گاو باید بکشد و به این ترتیب. و اگر شکار او شبیهی از 4 پایان نداشت مانند ملخ و گنجشک، در این حالت میان این که به بهای آنها مواد غذایی خریده به مساکین توزیع کند و یا در برابر هر 2 مد 1 روز روزه بگیرد اختیار دارد. 2 تن از صاحبان خبره که عادل باشند بهای آن را تخمین می کنند. و در مقابل فدیه هدیه است و آن 4 پایانی که به حرم شریف اهدا می شوند را گویند. بر حاجی متمتع و قارن هدیه دادن واجب است و آن گوسفندی و یا 1/7 سهم شتر و یا 1/7 گاو
در داخل مرزهای حرم ذبح می شود. اگر نداشت 10 روز روزه بگیرد، 3 روز در حج و 7 روز زمانی که به نزد خانواده‌اش باز می گردد. این حکم برای کسی که از اهل مکه مکرمه نباشد. اگر از اهل مکه مکرمه بود، بر وی حج و روزه نیست، به دلیل فرموده الله تعالی. به دلیل فرموده خداوند تعالی این حکم برای کسانی است که خانواده او ساکن مسجد الحرام، مکه و اطراف آن نباشد و از الله بترسید و بدانید که الله سخت کیفر است. بقره 196. و احیانا هدی نفلی هم می باشد، مانند آنچه را که حاج مفرد و یا عمره کننده و یا متمتع و قارن اضافه بر واجب و یا غیر از محرم چارپایانی را به عنوان هدی برای ذبح و تقرب به الله تعالی به مکه میفرستند. و در هدی نفلی و تمتع و قران برای صاحبش مستحب است که از گوشت آن بخورد، بلکه مستحب است که از گوشت هدی نفلی تناول کند، به دلیل فعل نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم امر فرمودند تا از هر شتری قطعه آن را پخته کنند و از شوربای آن نوشیدند. و وقت ذبح هدی بعد از نماز عید روز قربان آغاز می شود و تا غروب خورشید آخرین روزهای تشریق که روز 13 می باشد ادامه دارد. و نوع سوم هدی به نام هدی احصار یعنی بازمانده یاد می شود که در هنگام ممانعت از اتمام حج و یا عمره و یا هر دو با هم انجام می شود. پس کسی که به حج و یا عمره احرام بست و چیزی مانع ورودش به بیت الله شد و یا حادثه‌ای برایش اتفاق افتاد و نتوانست به بیت الله برسد، در این حالت هدی را ذبح می کند و از احرامش بیرون می شود، به حالت تحلل می رسد و این هدی گوسفندی و یا 1/7 سهم شتر و یا 1/7 گاو می باشد. برای حاج اگر قارن و یا متمتع باشد جواز دارد تا کسی را برای ذبح هدی خود وکیل بگیرد، ولی بهتر آن است که خودش این کار را انجام دهد، به دلیل فعل نبی اکرم صلی الله علیه و سلم.